پارس، امپراتوری ماد. هزاران سال قبل از میلاد، پس از مهاجرت سپاه‌های آریایی به سرزمین پارس، امپراتوری مادها قلمرو خود را در محور جنوبی شمالی بنا نهاد. سپاه‌های آریایی مردمی نیرومند و دلاور بودند که این سرزمین با نام ایشان همان سکستان یا سیستان امروزی خوانده شد. سکستان از روزگاران کهن راهواره فرهنگی شکوفا بوده است و موسیقی عضو جدایی ناپذیر زندگی مردم آن بوده است. از غم تو روزم عشق شو کنو، دل پر درد خامش و خو کنو. از غم تو روزم عشق شو کنو، دل پر درد خامش و خو کنو. مکن متنو به غم تو سر کنو، اشتم متنو سایه رفتو کنو، اشتم متنو سایه رفتو کنو. میخوام که مروز و شوبر بشه تو زاری کنو، شکوم از درد خانو از غم بیماری کنو. میخوام که مروز و شوبر بشه تو زاری کنو، شکوم از درد خانو از غم بیماری کنو. یادتون بیاد که خیلی منو تنهاییه تو چه کارا کردی. یادتون بیاد که خیلی منو تنهاییه تو چه کارا کردی.